یعنی چی نمیتونه تا آخر هفته پولو بده؟ به خدا من به این پول خیلی احتیاج دارم. خب یه کاریش بکن، باهاش صحبت کن. نمیتونم آخه اینجوری. به اونا من باید چی بگم؟ يا لك العظ الجمال ابتدني الان. كما تشاء يا سيدي. خانم یه لحظه، شما به دل شیخ خیلی نشستین. حاضر برای یه شب با شما $10,000 پول بده. یعنی چی؟ من منظورتون رو متوجه نمیشم. بچه بازی در نیار دختر. اگه باکرم باشی تو $50,000 برات تو کش میکنم. خفه شو بی شرف. راجع به من چی فکر کردین؟ فکر کرده حتما همه مثل خودش پول پرست و کثیفن. ببین بچه جون، اون موقعی که اینا با شتر تو بیابون دنبال خوردن و سوسمار بودن، جوانای ما دور میدون آزادی با ماشین میچرخیدن. اگه این مملکت ما دزد نداشت، الان جوانای 18 ساله ما اینا رو میخریدن میفروختن. خاک تو سر تو که داری ناموسمونو به این عوضی میفروشی. چی داری میگی؟ اگه بفهمه داری اینجوری در مورد صحبت میکنی باید قرارداد نمیبنده. درکی نمیبنده.